به نام خدا، با سلام خدمت همه عزیزان. این مجموعه آموزشی ایچیموکو به صورت رایگان و عمومی در اختیار سایت فراچارت قرار گرفت. امیدوارم که برای همه شما عزیزان مفید واقع بشود. خب دوستان، با اولین جلسه از ترجمه ایچیموکو دوره آقای کریس کاپره در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله بریم جلو با هم دیگه، ببینیم که در واقع مباحث به چه شکل هست، چه چیزهایی بیان می شود و فکر میکنم که دوره فوق العاده‌ای باشه. در خصوص این دوره، اسم این دوره در واقع ایچیموکوی پیشرفته هست و خود آقای کاپره در جلسه اول چیزی رو که بیان میکنن این هست که در خصوص مبانی چیزی رو توضیح نمیدند و یا خیلی گذرا از اون عبور میکنند و در واقع باید مبانی کلی رو کسی که در واقع وارد این دوره میشه بدونه. و در واقع یه چیزی هم که حالا خودشون توی ویدیوهاشون مطرح میکنن اینه که سوالهای تکراری، چیزهای مبانی پیش پا افتاده و به این صورت نباید توی ذهن کسایی که این دوره رو دارن میبینند باشه. پس این اول از همه باید بدونیم که توی این دوره ما میخوایم بیایم یک مقدار پیشرفته تر و در واقع حرفه‌ای تر به ایچیموکو نگاه کنیم و در خصوص مبانی و در واقع پایه و اساس، خطوط و بعد اصول خیلی صحبت آنچنانی نمیشه. خب بریم جلو با هم دیگه. من سعی میکنم که چون جلسه اول هست و ایشون بیشتر روی اسلاید ها توضیح دادن، اسلاید ها رو باز کنم و روی اسلاید ها صحبت داشته باشیم با هم دیگه. خب دوستان، این در واقع اولین اسلاید خود آقای کاپره که در واقع من متن انگلیسیش رو گذاشتم براتون و روی این حالا با هم دیگه صحبت میکنیم. ببینید در واقع مبانی و پایه از مطالب در واقع پایه‌ای که باید در مورد ایچیموکو بدونیم برای این دوره. اولین مطلب بحث 5 تا خطی هست که توی ایچیموکو وجود داره. درسته؟ تنکانسن، کیجونسن، چیکو اسپن، سنکو اسپن A یا اسپن A، سنکو اسپن B. خب ما اینها رو باید بشناسیم، باید بدونیم که هر کدومشون چه چیزی رو داره منعکس میکنه، چه رفتاری رو به ما نشون میده و در واقع عملکرد اینها به چه صورت هست. پس ما باید این در واقع 5 تا خط رو به طور کامل بشناسیم. مطلب دوم که ما باید بدونیم در واقع 3 اصل یا 3 تئوری در واقع کلی هست که توی ایچیموکو وجود داره: تئوری زمان، تئوری امواج و تئوری قیمت. خب این هم در واقع چیزی هست که ما باید در موردش بدونیم. حالا در خصوص این 2 تا مطلب قبلی، اگر دوستانی که قبلا با ایچیموکو کار کردن و آشنایی دارند، خب اوکی، مشکلی نیست. اما اگر میخوایم بیشتر بدونید یا هستن عزیزانی که اینها رو نمیشناسند، میتونن در واقع برای اینکه بیان و عملکرد اینها رو با هم دیگه درک کنیم و بفهمیم که به چه صورت هست، از خود سایت آقای کریس کاپره که Second Skies Forex هست استفاده بکنن و اونجا کلی مقاله و مطلب رایگان در مورد ایچیموکو و این مباحث وجود داره که میتونیم با یه سرچ ساده پیدا کنیم. مطلب بعدی که حالا میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم اینه که عرض به حضور شما که چیزی که ما تا الان از ایچیموکو میدونیم بیشتر اون چیزهایی هست که در غرب بیان شده و نویسنده های غربی در موردش صحبت کردن و خب میدونیم که خب اصلا ایچیموکو از در واقع ژاپن اومده دیگه و تمام اون چیزی که ما امروز از ایچیموکو میبینیم چیزهایی هست که در واقع نویسنده های غربی بیان کردن و ما میخوایم یه خود پا رو فرا بذاریم و دیگه به اینها نگاه نکنیم. مثالی که خود ایشون میزنن، میگن که یک چیزی که هست، خب دیدیم هممون دیگه، مثلا تحت عنوان کومو تویست یا چرخش کومو، یعنی زمانی که کومو از حالت صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی در واقع تغییر جهت میده، خیلی ها میگن که این یه سیگناله و با این میتونیم در واقع ترید انجام بدیم. اما چیزی که خود آقای کاپره میگه که ما اومدیم
کاری که کردیم این مقالات و این کتبی که به زبان کانجی بودن، چون توی ژاپن هم در واقع چند تا زبان وجود داره، یکیش کانجی است، اینها رو در واقع ترجمه کردند و توی کتب هوسادا یا ساساکی چیزی در مورد این چرخش کومو یا کومو تویست اصلا ندیدند. پس این هم یک مطلبی که باید بدونیم که در واقع مطالبی که توی این دوره میاد از کجا اومده، به چه صورته، چطور میخواد ارائه بشه و از اشتباهات رایج جلوگیری کنه. و مثلا یه چیزی که خودشون اشاره میکنه، مثلا میگه در مورد کیفو قبلا صحبتی نشده بوده، اما مثلا الان که این در واقع مباحث ترجمه شده در مورد این هم میخوان صحبت بکنن. پس در واقع بحث چهارم توی در واقع مبانی ایچیموکو همینه که ما میخوایم پا رو فراتر بذاریم از این مباحثی که تا الان بهمون گفتن و یاد گرفتیم و بیایم در واقع به مطالب اورجینال دسترسی پیدا کنیم و در مورد اونها صحبت کنیم. خب بریم با هم دیگه اسلاید بعدی رو ببینیم. بسیار عالی. اسلاید بعدی که این اسلاید هست، این اسلاید یک نقل قول از آقای ساساکیه در مورد ایچیموکو که خب خیلی جالب اومد. اون چیزی که همیشه ما میگیم که عرض به حضور شما که بازار رو ساده باید دید و در واقع نباید پیچیده کرد، دقیقاً توی این نقل قولی که از آقای ساساکی وجود داره داریم میبینیم که میگه بهترین حالت قضاوت یا تحلیل در مورد بازار زمانیه که این شرایط واسه ما آسان و واضح باشه، یعنی حالتی که دقیقاً درک میکنیم این کار رو بکنیم. بعد میگه که بازار از نقطه حاضر یا صعود میکنه یا نزول میکنه و یا اینکه درجا میزنه. بعد میگه که این دلیل این که این عرض به حضور شما که اصل خیلی این دلیل این که این سادگی رو ما نمیبینیم و برامون سخت میشه اینه که در مورد خیلی از چیزها میایم و فکر میکنیم. بعد تو پاراگراف بعدی این هم آقای کاپره گفتن که از در واقع چپتر دوم کتاب آقای ساساکی هست، چپتر دومی که در مورد ابر کومو صحبت کردن. بعد میگن که بازار زمانی حرکت میکنه که رابطه تعادلی بین خریدارها و فروشنده ها شکسته بشه. درسته؟ حالا چطور باید این رو درک کنیم؟ این 5 خطی که با هم صحبت کردیم و این 3 اصلی که با هم دیگه بیان کردیم تو اسلاید قبلی، اینها در واقع ابزارهایی هستن که به ما کمک میکنن که این رابطه رو در واقع این شکست تعادل رو درک کنیم. بعد تو پاراگراف بعدی میگن چی؟ میگه اگر که میخواین که این حرکت بازار رو شکار کنید و یه ترید به اصطلاح بگیریم، روشش باید خیلی ساده و شفاف باشه. اگر به فرایندهای پیچیده نیاز دارین، اگر که میخواین موضوع واسه خودتون سخت بکنین، زمان این رو ندارین که بخواین با حرکت‌های ناگهانی بازار خودتون رو وفق بدین و با اون حرکت کنین. اوکی؟ بنابراین باید چی باشه؟ بنابراین باید عرض به حضور شما که یه چیزی باید باشه که به شما کمک کنه خیلی سریع تصمیم گیری کنین و در واقع ترید خودتون رو انجام بدین. خب چیزی که خود آقای کاپره مطرح میکنه و خیلی بدیهی و واضح هست اینه که مغز ما اصلا کلا دوست داره مسائل رو پیچیده کنه. ما حتی ساده ترین مسائل روزمره‌مون رو میایم پیچیده میکنیم، خیلی در موردش فکر میکنیم، خیلی میپیچونیم خودمون رو و در واقع چیزی که میگن که روزانه 60,000 فکر مختلف وارد ذهن ما میشه و اگر مدیتیشن کنیم، اگر یه خود تمرین‌های ذهنی داشته باشیم، میفهمیم که اصلا خیلی از اینها ضروری نیست. یا همون جمله معروف که میگه که آرامش هنر فکر نکردن به مسائل بیهوده است، این دقیقاً توی بازار هم کاربرد داره و ما داریم این سادگی رو توی بازار میبینیم. خب بعد یه چیزی که آقای کاپره در مورد خود ایچیموکو میگن که وقتی که صحبت از سادگی در ایچیموکو میشه، اولین بار که میبینیم شما حس میکنین که دارن باتون شوخی میکنن، کلی خط و خطوط میبینیم توی ایچیموکو، ابر میبینیم و اینا.
ولی وقتی که یه خود میریم جلو و این رو درک میکنیم، 5 تا خط رو درک میکنیم، این 3 اصل و این 3 تا تئوری رو میفهمیم، میبینیم که وقتی همه اینها رو بذاریم کنار هم دیگه خیلی ساده است و زمانی که یه چارت ایچیموکو رو باز میکنیم ظرف 30 ثانیه این باید درک کنیم که اصلا چیکار میخوایم بکنیم و خودشون میگن چیزی که یه خود زمان رو از خود آقای کاپرت میگیره در واقع اینه که اون محاسباتی هست که به صورت دستی برای قیمت انجام میدن، وگرنه به طور کلی خیلی راحت و خیلی آسون باید بیایم و بفهمیم که در واقع توی بازار به کمک ایچیموکو باید بفهمیم که چی کاره ایم و چه میخوایم انجام بدیم، میخوایم خرید کنیم، میخوایم فروش کنیم، مثلا سل بزنیم، بای بزنیم، چه کاری میخوایم انجام بدیم. اوکی، بنابراین پس درک خطوط و درک این 3 اصل امواج و زمان و قیمت این کمک میکنه به ما که خیلی راحت بتونیم در واقع تحلیل هامون رو انجام بدیم و توی بازار موفق باشیم. یه چیز دیگه ای که حالا توی همین صحبت های آقای ساساکی وجود داره اینه که ایشون گفتن که باید ساده و واضح باشه. خب ایشون آقای کاپر میگن که من خیلی دانشجوی مختلف داشتم که تو زمینه‌های مختلف تخصص داشتن، علوم ریاضی و علوم در واقع پیچیده دیگه، ولی میگن چیزی که هست اینه که اصلا نیازی به در واقع این چیزها نباید باشه، یعنی انقدر باید همه چیز واقعا ساده باشه. وقتی که شما چارت رو باز میکنی با چیزهایی که توی این دوره یاد میگیری خیلی راحت بتونی ظرف 30 ثانیه این رو بیای برای خودت در واقع تحلیل کنی و 30 ثانیه بعدی اختصاص بدی به این که استاپتو کجا بذاری و تیپیتو کجا بذاری و به همین راحتی. و خودشون هم میگه که خودشون هم میگن که زمانی که من چارت ها رو باز میکردم و یک سری چارت رو ظرف 5 تا 10 ثانیه تحلیل میکردم و یک سری چارت رو میومدم 2 دقیقه برای زمان میذاشتم، تحلیل هایی که تو زمان 5 تا 10 ثانیه انجام میشد خیلی دقیق تر برای من عمل میکرد و اشاره میکنم به این که کلن مثل یک سیستم پیچیده که هر چقدر اجزای سیستم بیشتر میشه احتمال خطا و در واقع بدکار کردن سیستم بیشتر میشه. مغز هم دقیقا همین جوریه، هر چقدر که داده بیشتر بهش وارد کنیم انگار که اجزای سیستم بیشتر میشه و این در واقع میاد ما رو میپیچونه و ما رو به خطا میندازه. بنابراین چیزی که اینجا میخوایم در واقع بگیم و برگردیم به نقل قول آقای ساساکی اینه که باید خیلی ساده ببینیم و اگر نمیتونیم این سادگی رو درک کنیم یا باید ترید نکنیم یا اینکه باید بیایم انقدر تمرین کنیم تا مهارت ما زیاد بشه. خب عرض به حضور شما که در خصوص این در واقع تئوری ها و 5 خط هم آقای کاپر میگن که تو بخش در واقع تو قسمت استراتژی ها در واقع مباحث خیلی ساده و خوبی رو مطرح کردند و اینکه چیزی که حالا بهش اشاره میکنن اینه که باید شما مهارتتون رو ببرید توی ناخودآگاهتون. این یه اصله که حالا من خودم هم یه پرانتز براش باز کنم. ببینید هر چیزی که تبدیل به عادت میشه به صورت ناخودآگاه انجام میشه و اون چیزی که به صورت ناخودآگاه انجام بشه نیاز به فکر کردن نداره، مثل رانندگی کردن که اولش ما هی به آینه نگاه میکنیم، هی به در واقع تمرکز میکنیم روی کلاج و گاز و اینها، ولی رفته رفته اصلا نگاه میکنیم که خیلی موقع چندین کیلومتر رانندگی کردیم و اصلا حواسمون به هیچ کدوم اینها نبوده، ناخودآگاه همه این کارا کردیم. چرا؟ چون این رفته توی ناخودآگاهمون و به عادت تبدیل شده. خب یه کار خوبی که حالا من امروز یهو به ذهنم رسید و یهو این کتاب رو دیدم، این هم خدمتتون معرفی کنم که حالا یک در واقع کار خوبی هم انجام داده باشیم. کتاب قدرت عادت هست. کتاب قدرت عادت نوشته آقای چارلز دوهیگ، ترجمه آقای علیرضا غلامی. این کتاب فوق‌العاده‌ایه برای اینکه یاد بگیریم چطوری در واقع مسائل روزمره رو تبدیل به عادت کنیم و ببریم توی ناخودآگاهمون. خب دوستان در پایان پس به چیزی که به حداقل چیزی که نیاز داریم مبانیه که گفتیم مقالات رایگان روی سایت آقای کاپر هست در خصوص اون 5 تا خط، در خصوص اون 3 تا تئوری
اینا رو حتما توی ذهنتون باشه. اگر که با ایچیموکو آشنایی ندارید انجام بدید و بعد برید به قسمت‌های بعدی. 2. سادگی و در واقع واضح بودن همیشه چیزیه که باید توی ذهن ما باشه. خب دوستان، من اسلاید ها هم باز کردم، روی اسلاید ها صحبت کنم که حالا حرفی در خصوص این نباشه که در واقع یه موقع خدای نکرده ترجمه ها جا به جا انجام میشه. انشالله که برای همتون مفید باشه، استفاده کنید. هدف ما در واقع کمک کردن، حداقل نمیدونم اگر که 20 نفر هم 10 نفر هم استفاده کنه و به موفقیت برسن، برای خود بنده کفایت میکنه. امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشید، سلامت باشید. تا قسمت بعدی همتون رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.